پیامبر جادو شد، بزرگترین عظیمترین شخصیت جهان بشریت، بیماره، اما خدا آیاتی تجویز می کند که بخوان. قل اعوذ، بخوان، پناه ببر به طرف خدا. قل، بخوان، نگفت که شما بنویس. خدا گفت بخوان، نگو برگردن آویزان کن. خدا گفت بخوان، نگو بر فرمان ماشین ببند. خدا گفت بخوان، نگو داخل دهان گوسفند بذار. خدا گفت بخوان، نگو داخل استخوان شتری بگذار. خدا گفت بخوان، نگو داخل پوست قورباغه قرار بده. خدا گفت بخوان، نگو که اینها را با خون بد بنویس. خدا گفت بخوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بخوانه امت رسول الله. منظور از رقا نوشتن نیست، قرائت، خواندن. شاید تو ذهن شما بیاید که ما عربی بلد نیست، ما بلوچی بکن، فارسی بکن، خدایا این فرزندم را شفا بده. دم بزن، سوره فاتحه را بخون، معوذتین رو بخون. نیاز نیست که شما منتظر خانه کسی باشید که اونجا تشریف ببرید. بعضیا میروند این مهره خری رو میگیرن، میگن که این رزق ما را زیاد میکنه. اولا که این خر بیچاره مهره نداره، این که سرامیک تولید نمیکنه. اینها همه افسانه هست. اگر کاری میکرد برای خودش انجام میداد که حداقل از این بارکشی نجات میداد. بعضیا میروند میگه ما رزق ما بند شده نزد فردی شخصی، در حالی که اون شخص نه ماشین داره، نه مسکن داره، نه موبایل داره، قسطم میده. اون خودش هیچی نداره. اگر اون کاری میکرد تعویزش، دعاش برای خودش کارساز بود. نیاز سروران ما به خدا پناه ببریم. وقتی خدا میگه قل اعوذ برب الناس، قل هو